دوستان خوبی بخیر، خوش آمدید به یک ولاگ دیگه از چنل ما. یا فعلا می‌ریم طرف یک قلعه در شهر پنهایم هستیم. براتون ویدیو میگیرم اینا که کجا میریم نشانتان متوجه میشه. دوستان قسمی که میبینید سر اینجا یک قلعه است. بالا میشیم دیگه براتون نشان میدم. مجموعا پیش میریم در خود جنگل. خب دوستان فعلا بین شهر هر هستیم دیگه طرف همون جای را هستیم. شکل بلند است چرا این خیلی مقبول یه بازارش هست و در بین خود شهر پنهایم است. خب دوستان یا معلومات درباره شهرش هست. خب دوستان فعلا که میبینید این طرف مال روان هستیم دیگه ببینیم کجا میرسیم. اسرای پیاده رو بریم که پیشیریم در بیم. خب دوستایی هم از طبیعت شهر هپنهایم یا فعلا نمید روان هستیم طرف قدم نوعیش غلط کردم. خب در لوکیشن زدم یک رای دیگر رو باشم دفعه میریم تو ببینیم چی هست دویش دوست میفهم دقیق کنم چیز خاص هم نخواد باشه خماست یک بخواد بریم ببینیم چی دیگر داخل جنگل هم با میریم دویش یک برتان نشم چکان کنیم سعی کنیم دوست منظره خب دوستان را که میبینید چه جا جلو است روان هستیم. کجا خیلی وارون خب دوستا فعلا که میبینیم نه وقت رسیم میخواد میریم داخلش. خب دوستا بریم از داخل قلعه. خب دوستا یا از قلعه است تو هیچ که داخل ایزی بریم جای تیرانداز هست سین مایشه سعی کنه دوستا. بیخی گنگ شدم اینقدر
اوه جای دیدن بزرگش. این دوستان منظرش یا هم خدا بنده فقط تماشا کنی. دلمو تیرکه بیرم چرا تیرکه بیکدم. ای خدا باشه 2 سال دیگه بنده کسی گم مشکلات داره دیگه باشه. خب دوستا از قلعه برای آمدیم حالا دیگه به سفر خود ادامه میدیم میریم طرف پیش دیگه ببینیم دیگه چی چیزای زیبا میاد و براتون نشان میدیم انشالله. و خود بنده هم که میبینیم بیشتر از قلعه ویدیو نگرفتیم من لایف رفته بودیم اینستاگرام رفیقایم با خوب باید شدیم باید محمد کلیش ویدیو نگرفتیم پس بالا شدیم به شما ویدیو دیگه. حالا میریم هم تو پیش دیگه ببینیم کجا میرسیم دیگه. جای مقبول است. لایک یادتان نره سابسکرایب هم کنید دیگه. پشت چیزایش هم خود قصهش نیست. مقصد اینه که ویدیو رو شما میبینید دیگه. خودم ویدیو میگیرم چکر میدم خیلی باشید دارد خودی سال اصلی که میبینید فعلا هم در راه هستیم دیگه. اونجا یک کاشی که میبینم و براتون ویدیو میگیرم دیگه. خیلی مقبول است. سعی کنید سرسبز. خب دوستایی هم اینجای مقبول دیگه. دوستا و نمیخوام اینجا از راه رفتن خود ویدیو بگیم که من جای مقبول است. آدم مجبور بشه اگه اونجا دیگه باید بگیم ویدیو دیگه. انشالله شما لذت ببرید. فقط سعی کنید دوستا درخت‌ها رو مگه نه کامera بشه که پایین گرفتیم آسمان رو نشان میده. درخت‌ها خیلی بلند است دیگه. شاید جالب است دیگه. بریم ببینیم دیگه چی همون بس تاییره. سعی کنید چقدر سرسبز رسید. اصلا دوستا از من کامرا نیست موبایل است. من همه ویدیو رو کل شکلی موبایل گرفتیم دیگه. تا کدام وقت که با کامرا گرفتیم فعلا نمیان سعی است. خدا شکر دیگه. ببینید شما خب دوستان آمد میریم چرا ایام بیشتر من گم شدم. ایام بفهمم راه رو نمیفهمم غلط میکنم. کشن فکر که اون بالاست ببینم که پایین میاد دیگه. سعی کنید جواب میریم چقدر خوش هست. تا بیشترش راه رو دیم کنم اپلیکیشن ایام جن خراب نشان میده و قطعش اون فکر کنم راست نشان ده. رفتم دیدم پیش یه چیز نبود با باید طرف آمد بزن واسه دیگه. حالا میریم طرف بالا. دوستا های جنگلات خیلی خطرناک است. یک قپاشایک هست خدا. هر قپاشایکو دور برم جمع میشن بیخی مرا کشتن. بسیار میترسم از این پاشایکو. خطرناک است. سعی کنید که جای خطرناک است. میگم تنهایی دوست گفتم آقا چه همه هیچ کس نیست. اشتایی کن باشی مدرکو
دوستان ما آمدیم صاف و خاطر ریمی که به این قسمت برسیم. میفهمی؟ سایک خیلی یک جنگل خطرناک. اینجا بیشتر صدای ما چون چی شد؟ قرش جانم بخی نگاهی تنم خیست. دوستاییم خودم یعنی بگوی نترسیده خیلی ترسیده با خودم چون جنگل ها خیلی خطرناک. بیشتر دیگه نمیفهم. شاید به فکر ما تمثال دا باشه خشک اون بین این قاط جنگل ها سیکو بی طرف شما درست معلوم نمیشه. این طرف شما راست بی طرف شما باینش کس خالی گاست اون طرف کنده هست دیگه خود من دارم کنیم. خب دوستان کم پس از جنگل میبریم حرکت کنیم. پیش چکی اگر بگیم خطرناک است واقعیتش بخصوص خطرناک است. دیگه دو نفر هم باشیم میشه چرا یک نفر باشه یک کدام چیز هم شود دیگه تو نمیتونی مثلا زود به جای اول یا چیز برسون. میشه که من دو نفر یا سه نفر به دیگه من خودم کسی که نمیه با خودم تنها میم دیگه میشه ببینید دوست. سو پاس از جنگل برام نمی رو خود انداختیم میریم دو تپی و طرف اونجا میریم طرف ما ببینیم طرف چیز داره. دوستا از یه چی خطری میکنیم بگیش میداره پیشتر دیگر گفتم خطرناک نخواد سعی کنیم بس راوی که خورترک نمیش پخته نمیش خام یه موجود دکو نکه طرف مدر ندارم قرچ که میکنه و خدا دیم قاط سقزا دل ما رو بیخی یه رقام میکنه این مال خیلی سرم کدام چیز میمون سعی کنیم چقدر سبز جا سعی کنیم سعی کنیم مثل که فقط تو بسته شده باشه. این طرف داریم کشم برسیم دوستا قسمه که میبینه دیگه سبزی خیلی زیاد دستا قسمه برتن گفته بودم حالا ایست طرف کو میخواییم بریم طرف خانهش پیشت خانه تیز به خویش هم نید نشان نمیشه دیگه پیش میریم یک سرک از طرف چپ در کوی طرف چپ بالا میشیم خانه دیزی کم معلوم میشه خیلی مقبول جایست میریم انشاءالله برتن نشان. خب دوستا که میبینی ولی کوی دیگه بالا شده رسید اینجا خیلی بلند است زیاد بلند است نسبت دو کو سعی کنی پیشتر رسید کو میگرفتم آنشی آنو قدر درسته از ما این جنگل رفته کنم تا سرک برایم که از ما خرابی شد ولی لوکیشن قدر شده بود دیگه جنگل هم خیلی خطرناک هیچ کرد نیست. تو ببینید چه رقم راه هست
این باینی همین لستی من صاف این باینش خوب است را دکا هست ایران میبیر خلاص بگیم بیستا ایران میبینی را بستش چرا بندری میتر نیست خب دوستا بیشتر باز ما در مشکل بخوردیم شکر الحمدلله باز برطرف شد مشکل هم همیشه مشکلی اتفاقی است لوکیشن غلط دیگه ما رو طرف برده بود بیخی ما پاس دقیقه اصلی آمدیم دیگه میتون میریم طرف یک جای هست کجا بخیر برسیم دیگه خیلی مانده هم شدیم دیگه که نداره میریم یعنی دوستا زیاد خسته شدیم بازم که نداره زیاد پایه از کار افتاد بیخی فکر که همون طرف رفتیم این بین جنگل رفتیم زیاد گشتیم خب دوستا سعی کنیم تا این جنگل آمدیم که دیگه خدا نه چی باشه سعی که چی بط پر کنیم جنگل بط تو باش کنیم هر قدم پیش میری یک داری این چیزا این موقع نسه خسته شدیم تا اینجا آمدیم که ما چی ببینیم دوسته دانش ما گرفتم بیشتره چیز نه تفر یک سنگ نه خب دوستا دوباره پس میرم طرف ایستگاه قطار و طرف خانه بخیر دیگه فیلم قدر سال یا هم کم کم دیگه پایان میرسیم فعلا نشید کوتاه میشیم دیگه تو میبینی خانه چیزو